حاج آقای هدایت عزیز و نازنین تشریف آوردن. با اجازه شما خیر مقدم عرض بکنم به حضرتشون. آقا سلام عرض کردیم، خیلی خوش آمدید. تبریک ایام الله دعی فجر و 22 بهمن ماه و انشالله که به یمن این روزهای قشنگ اتفاقات مبارک برای همه میفته، برای شما میفته. سلام خدمت شما همه بینندگان عزیزم، مبارک باشه این ایامی که ما طعم خوش پیروزی رو حدود 45 سال پیش چشیدیم. من یادمه که توی ایام راهپیمایی بود، ان شاءالله فردا هم ما با هم میریم راهپیمایی ان شاءالله به امید خدا. یه راهپیمایی 22 بهمنی بود. صدام تهدید کرده بود که اگر مردم فردا بیان راهپیمایی، دقیقاً مثل همین الان فردا راهپیمایی، من میام روی سر جمعیت و میزنم. ما توی قم بودیم، خب سابقه داشت، میومد بمبارون میکرد و میرفت. یادمه. من یادمه که ما با پدرم تو خیابون صفایه قم وسط خیابون داشتیم میرفتیم، هواپیمای عراقی اومد یه مدار پایین‌تر هم زد. بعد خب صدای انفجار اومد، مردم همه پناه بردن کنار دیوارها و اون اطراف. پدرم دست منو محکم گرفت، از وسط خیابون داشتیم میرفتیم که من یادم قشنگ دورور ما خالی شد. بعد بابام گفتش که بابا وسط صحنه بودن یعنی همین، هرچی این هواپیماها بیان تو نباید بترسی، محکم قدم بذار برو. تهش نه که بابا جون، این کلماتش تهش نه که بابا جون ما شهید میشیم. میگن آقا تو راهپیمایی 22 بهمن شهید شدن برای اسلام و انقلاب. خدا حفظ بکنه پدرم رو، جزو واقعا افرادی که خیلی انقلاب رو دوست داره و خودش جزو مبارزین انقلاب اسلامی بوده و همیشه هم به من میگه بابا من راضی نیستم یه روزی بیاد که تو یه ذره از مسیر انقلاب خارج بشی. همیشه به من میگه. خدا کنه که امر پدرمون رو خوب گوش بدیم ان شاء الله. این همه خیر و خوبی و نیکی و بالاخره به پشتوانه اون تربیت‌هایی بودی که از ناحیه مادر و پدر شما بوده. ان شاء الله سایه‌شون مستدام باشه و دعاگوی ما هم باشن اگر این برنامه رو می‌بینن، برای ما هم نفس بزنن. خیلی خوب. ما بحثمون امام یاوران هست. بله. و خلاصه برنامه گذشته رو هم دوستانمون دیدن. از هر جایی که صلاح میدونین شروع بفرمایید و بحثمون رو. اون تمدن زیبای پیغمبر اکرم رو داشتم میگفتم که بر محور برادری هست. امیرالمؤمنین در خطبه 192 نهج البلاغه که معروف به خطبه قاصعه، انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومة لائم، داره فضای برادری و اخوت رو زمان پیغمبر بیان میکنه. ما چجوری به هم متصل بودیم؟ ما چجوری اون ولایت ارضی رو داشتیم، اون پیوستگی، وابستگی، همبستگی، دلبستگی بین یاوران پیغمبر اکرم برقرار بود. من این موضوع رو بیان کردم که اصلا تا این پیوستگی ایجاد نشه، اون ولایتی که منظور نظر خداوند متعال، اون محور تمدن اسلامی ایجاد نمیشه. ببین اصلا گفتم تو جلسه گذشته که ولایت و امامت نقطه مقابل استبداد و اون سلطنت و خودکامگیه. توی اون حالت اصلا برادری پایه کار نیست، اون اتصال بین امت پایه کار نیست. امت تو هر حالتی که باشن، پادشاه رو قبول داشته باشن یا نداشته باشن، اون حکم خودش رو میکنه. اما تو جریان امامت و ولایت، تو جریان اون تمدن اسلامی، امام اینقدر صبر میکنه تا اون دلبستگی، وابستگی، پیوستگی، همبستگی بین مردم ایجاد بشه، تا اون ولایت محقق بشه، تا اون حرکت جمعی به سمت قله ایجاد بشه. حرکت جمعی، ولایت یعنی یک حرکت جمعی به سمت خداوند متعال، و تا اون حرکت جمعی ایجاد نشه، امام فقط داره چیکار میکنه؟ هی داره مردم رو رشد میده، تربیت میکنه، اون اتصالات رو برقرار میکنه. همه ی حرکت اهل بیت در این مسیر بود. ببین امام حسن حکومت کردن چند ماه، مردم پیونداشون کاملا از هم گسسته شد. یک نفر همراه، ببین متصل به امام حسن باقی نموند. حضرت برگشتن، حرکت رو کردن زیرزمینی، روی زمین به ظاهر آتش بس کردن با معاویه، شروع کردن تربیت کردن، شروع کردن اون اتصالات رو برقرار کردن. یه جمع متصل که ایجاد شد، به امام حسین فرمودن فرمانده برو هر بزن به خط. لذا امام حسین
فرمانده بزرگ امام حسنه برای ادامه اون حرکت. فرمانده من 72 تا یار برات تربیت کردم، بزن به خط. الان دیگه حبیب ابن مظاهر و عابس و بریر و اینا کاملا آمادن، تو بزن به خط، با خونت یه قوقایی توی عالم ایجاد بکن. ببین امام حسن فرمانده برای این حرکت درست کردن. یا اینکه آقا توی این همرزمان حسین بیان میکنن خیلی قشنگه. این همه روزخونا این موضوع رو بیان میکنن، لا یومک یومک یا ابا عبدالله. فقط میزنن تو ناحیه اون سختی‌ها و مصیبت امام حسین علیه السلام. آقا از این عبارت اینجوری میگه، اینجوری میفهمه که حسین جان همه این ایام گذشت تا برسه به روز تو. من همه این خون دلها رو خوردم. حتی بعضی از به ظاهر یاران من به من گفتن یا مذل المؤمنین یا آر المؤمنین، تو باعث سرفکندگی ما شدی. من همه این خون دلها رو خوردم تا روز تو رونق پیدا بکنه، یارانی دور تو جمع بشن و تو با خون خودت صحنه رو امضا بکنی و پایه یک حرکتی که به ظهور منتهی میشه رو ایجاد بکنی. پس ببین همه اهل بیت دنبال اون اخوتی هستن که بین مردم باید ایجاد بشه. درست. که شما آخر جلسه گذشته گفتی اصلا امام زمان الان داره اینجوری تربیت میکنه، اون پیوند قلب ها ایجاد بشه. بعد امیرالمومنین تو ادامه اون خطبه 192 میفرماید که قلوبهم فی الجنان، ما همه با هم به خاطر اون پیوندی که برقرار شد، پیوند قلب ها، یه رابطه بهشتی با هم داشتیم. گذشت، ایثار، فداکاری، عشق. حالا من اون 30 تا حق برادر بر برادر رو براتون میگم، حالت بهشتیه. و اجسادهم فی العمل، با هم کار میکردیم، با هم تلاش میکردیم در مسیر اون تمدنی که میخواستیم ایجاد بکنیم. کلا قاعده‌ای که خدا رحمت بکنه استاد حضرت امام بیان میکنن، لا عدة الا بالاخوة، یعنی اون لشکر اسلام، اون جبهه اسلام، اون جبهه در برابر باطل زمان شکل میگیره که اخوت ایجاد بشه. اخوت هم مال کشور نیستا، مال یه ملت خاصی نیستا، مال کل جبهه شیعیان اهل بیته، مال کل جبهه پیروان اهل بیت، پیروان واقعی. برادران ما توی فلسطین، یمن، همه این منطقه، امت اسلامی، کل این منطقه، کل این جبهه مقاومت، برادرانی هستیم که با هم داریم حرکت میکنیم با محوریت اهل بیت علیهم السلام. و میدونید امام زمان دقیقاً این زمان ظهور پیدا میکنه. انگشتر من ببینید، این میشه زمان ظهور حضرت. ما زمان تعیین نمیکنیم، ما میخوایم شکل ظهور رو تصویر بکنیم. انگشتر من ببین، این نگین زمان اینجا حاکم استواره که رکاب باشه. بله. این پیوستگی دوره رکاب میبینی؟ بله. این پیوستگی نگین رو اینجا نگه میداره. بله. اگه این پیوستگی نباشه نگینه میفته. دقیقاً. الان نگینه افتاده اینجا. باید این پیوستگی ایجاد بشه تا نگین سر جاش قرار بگیره. تمام شد. این مثالیه که استاد امام میزنه. میگه ما جامعه اسلامی، امت اسلامی میشه چی؟ میشه اون رکاب باید کاملا پیوسته تشکیل بشه تا نگین سر جای خودش باشه، تا اون حاکمیت ایجاد بشه، تا اون ولایت. حاکمیت میگم با اون استبداد فرق میکنه. اون ولایته که صبر کرده که اون حلقه تشکیل بشه. اگر میخواست استبداد داشته باشه کاری نداشت. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. بعد خدا میگه و شاورهم فی الامر، چون تو نرمی صبر میکنی، باهاشون مشورت میکنی، باهاشون ارتباط میگیری تا همه با هم حرکت بکنی. اگر فظا غلیظ القلب بودی کاری به اینا نداشتی. چرا مشارکت عمومی شعار اصلی جامعه توحیدیه، جامعه اسلامیه؟ چون امام جامعه میخواد با مردم با هم حرکت بکنن، مشارکت، حضور در صحنه. کلمه اول عبارت مملکت ما جمهوریه اسلامی ایران هست دیگه. آفرین. ببین منتها یاد باشه جمهوری که میگیم با جمهوری یا دموکراسی که تو فضای غرب هست خیلی متفاوته. ببین جمهوری اسلامی، اسلامیت اومده کاملا جمهوریت متداول رو تغییر داده. این یعنی چی؟ یعنی همون ولایت. من میخوام ترجمه بکنم، میگم جمهوری اسلامی یعنی ولایت.
یعنی مقابل خودکامگی و سلطنت و پادشاهی. اینجا یک امامی داریم که با مردم با هم حرکت میکنن و مردم رو تربیت میکنه تا مردم با عشق همراهش حرکت بکنن. ببین فردا میخوای به راهپیمایی، بگو چی؟ بگو با عشق اومدم، چون من جریان امامت و رهبری رو قبول دارم، چون تو دوران غیبت معتقد هستم پیام امام رو فقیه جامع و شرایط به من داره میرسونه. ما الان تو دوران غیبت هستیم، استنباط فقیه جامع و شرایط یعنی حکم امام زمان برای ما. چون من این اعتقاد دارم، میخوام با تو همراهی بکنم، هستم با تو. این هستم با تو میشه جمهوری اسلامی. این خیلی نکته مهمیه اون فرق میکنه با اون دموکراسی. دموکراسی چی میگه؟ دموکراسی میگه که اصلا من کاری به امامت و رهبری اونو ندارم، اصلا جریان حکم خدا اونجا مطرح نمیشه. بله، من دو تا نکته بزنم رشته میخوام عرض بکنم بعد از فاصله که از دوستانم میگیریم میام. اشکال نداره نظر شما؟ فدای شما. قربان شما، بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه 71 سوره مبارکه توبه رو دوستان پخش کردن. میخوان شما ابتدا توضیحش رو بدین و ارتباطش رو با بحث رو، بعد اون یکی دو تا نکته که من نظرم بود عرض میکنم. ببین المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. اولیا گفتیم پیوستگی، همبستگی، وابستگی، دلبستگی، به هم کاملا وابسته هستند، با هم کاملا پیوند خوردن. چون به هم کاملا پیوند خوردن، سرنوشت جمع به هم وابسته شده. یعنی میگه که ببین ما از هم جدا نیستیم، تو اگر حرکت غلط بکنی من بیچاره میشم، چون ما با هم هستیم، ما همه سوار یک کشتی هستیم. برای همین چون همه با هم قرار حرکت بکنن، سوار یک کشتی شدن، اشتباه این برای این مهم میشه، لذا باید بهش چیکار بکنه؟ بی دغدغه نمیشه، تذکر میده. لذا بلافاصله خدا میفرماد یأمرون بالمعروف. ببین مثلا شما تصور کن یه عده‌ای دارن با هم حرکت میکنن، بعد یه نفر برداره اون کشتی رو سوراخ بکنه، یه نفری برداره توی مسیر کوهنوردی تنابه رو پاره بکنه. میگه نکن، همه با هم میافتیم، بیچاره میشیم. وقت اینجا نوع امر معروف و نهی از منکر فرق میکنه. اینجا دیگه اینجوری نیستش که مثلا این خودشو جدا بدونه، خب بعد بگه که حالا ما که دارم میرم اصلا من کاری به این ندارم، من دارم زندگیمو میکنم، خب ولی حالا ببین بهترینه که شما اینجوری خوب نیست، خودت میرفتی جهنم. این یه حالته. یه حالت میگه ببین داداش، به خدا زندگیمو به هم وابسته است، تو اگر اینجا اشتباه بکنی همه با هم میافتیم تو دره. کشتی است دیگه، کشتی است. ببین اینقدر سوراخ کردن کشتی امر شنیعیه که حضرت موسی با اینکه اینقدر اومد التماس کرد به حضرت خضر که بابا من رو به عنوان شاگردی بپذیر، من صبر میکنم، هر چی تو بگی من قبول میکنم. حضرت خضر هم گفت من نیست تو قبول بکنی، و گفت نه من با تو صبر میکنم. ولی وقتی که حضرت خضر نشست تو کشتی و اون کشتی رو مشغول سوراخ کردن شد، حضرت موسی فریادش در اومد لقد جئت شیئا امرا، تو یه امر خیلی زشتی رو انجام میدی. با اینکه استادش بود ولی نتونست تحمل بکنه. یعنی از زاویه دید حضرت موسی که کاملا زاویه دید درستیه، وقتی یه جمعی دارن با هم توی پرتگاهی توی دریایی دارن حرکت میکنن، یه کشتی یه نفر یه کار خطایی انجام بده همه با هم غرق میشن. وقت اینجاست که فرد یه دلسوزی ویژه‌ای پیدا میکنه. بابا تو استادمی ولی تو اگه الان اینو سوراخ بکنه همه بیچاره میشیم. درست شد؟ حالا من میخوام اینو عرض بکنم. امر به معروف و نهی از منکر دیگه ادبیاتش فرق میکنه. همینطوره. خواهرم، داداشم، به خدا قسم اون مشکل تو مشکل منه. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. سختی شما سختی پیغمبر میشه. چون ما به هم وابسته هستیم، ما به هم دلبسته هستیم، ما به هم پیوسته هستیم، ما یکی هستیم. المؤمن بله انما المؤمنون کمثل الجسد، همه با هم یه بدن هستیم. اگه یکی از اعضای جسد مشکلی براش پیش بیاد، برای همه ما مشکل پیش میاد. خواهرم عزیزم، تو وقتی یه مقداری پوششت کم باشه، نامناسب باشه، اون هرزه به تو بد نگاه میکنه، من دردم میگیره، من اذیت میشم. بنی آدم دوست دارم. آفرین، من دوست دارم.
نگاه بد اون منو داره لطمه میزنه. تو رو خدا یه جوری باش که اون نتونه سوء استفاده بکنه. حالت چی میشه؟ یه حالت دلسوزانه میشه، یاد شیرین میشه. چیز فرهنگ برادری و اخوت باید بین ما جا بیفته. من دلم میخواد یه مداری عزیزان من آشنا اصلا اگه این فرهنگ جا بیفته دیگه نیازی نیست ما بالای منبر هی به مردم میگیم آها امر معروف کنید، آها نهی از منکر، دیگه خودکار انجام میشه. دست شما بده، دست من بده. ببینید تصویر رو بگین شما. ببین اولا دست دادن اخوتی این شکلی، این شبکه میکنن، این انگشتا میره شبکه میکنن. کاملا میخوام بگم که ما یکی هستیم. یه ذره یواشتر کاملا یکی هستیم. باشه یکی از بعد با هم یه پیوندی رو میخوایم با هم قطع، یعنی قرارداد بذاریم، عهد ببندیم. آخی تو کف الله. آقای قوامی به جای همه مردم عزیزی که دارن ما رو تماشا میکنن، آخی تو کف الله و صافی تو کف الله و صافحت کف الله و آهدت الله و ملائکته و کتبه و رسله و انبیاءه و الائمه المعصومین الا انی ان کنت من اهل الجنه و شفاعه. یعنی چی؟ یعنی قول میدم اگر من وارد بهشت شدم و تونستم شفاعت بکنم، صبر بکنم، با هم بریم تو بهشت. دم شما و تمام حقوقی که توی این دنیا به گردن ما به واسطه این اخوت میاد فعلا برمیدارم، چون میدونم برامون سخت میشه. ولی تا جایی که بتونیم اجراش بکنیم. آی مردم همینجوری با هم باشیم. ایوالله، خیلی خوب، چه حس خوبی داره. آفرین. بعد می‌بینی آروم آروم چه اتفاقی پیش میاد. دلا اصلا یکی میشه. دلا یکی میشه، امام زمان خوشحال میشه. اصلا خیلی چیزا کنار میره ها، بخل، حسد، تنگ نظری، تهمت، دروغ. ببین وقتی من دلسوز تو باشم دیگه حسادت اصلا تو منی من تو. آفرین. بعد میدونی این حالت دل امام زمان چقدر خوشحال. تمام. اصلا تو روایات داریم این تا زمانی که اینجا دست به مسافه میکنی چی؟ خدا داره نظر رحمت. آره خدا نظر رحمت. کاملا داره دلسوزی داره میکنه. باشه تو با خیلی خوش گذشت آخر برنامه. قربون شما. حالا چی رو ما الان مثلا گفتیم اون حقوق چیه؟ آیا عزیزانی که به این ما رو تماشا میکنیم، من الان نسبت به آقا علیرضا قوامی سید عزیز مخلصم یه سری حقوقی رو دیگه باید رعایت بکنم. حالا من الان با هم دیگه بخونیم که شما آروم آروم با هم رعایت بکنید. ببین دلم میخواد یه جوری باشه، مثلا الان من یه مردم تو خیابون همدیگه رو دیدیم، میگیم داداش سلام، برادرم، خواهرم سلام. دیگه آروم آروم این حالت میشه که ما نسبت به هم کلی حق داریم. ما یله و رها و اصلا جدا نیستیم. حالا مثلا چه حالتی پیدا میکنیم؟ دیگه لغزش و بعدی همدیگه رو زود ببخشیم. یه نفر اشتباه کرد، داداشم بگید چیکار کنم؟ داداشم. همونجوری که خودم یه کاری ازم سر خودم زود میبخشم. آفرین. اگر اون ناراحت بود، اندوهناک بود، سریع کاری بکنیم خوشحالش بکنیم. ایما مسلم لقی مسلما فسره الله. میخوای خدا خوشحالت بکنه، برو یه مؤمن خوشحال بکن. نذار مؤمن تو ناراحتی بمونه. آی خانومای عزیز، شب میخواید بخوابید، نذارید شوهرتون با ناراحتی بخوابه. پسرت یه قصه‌ای داره، نذار راحت بخوابه، با قصه بخوابه. برو بالا سرش. برو مادری بکن، برو پدری بکن. داداشا برین داداشی بکنید. آروم برای همسایه، برادر، آشنا، دوست، فامیل. احساس کردی عموت یه قصه‌ای داره، شب راحت نخواب، برو قصه رو برطرف بکن. بعد آروم گسترشش بده. فردا تو راهپیمایی دست همدیگر رو بگیرن مردم. یادم قدیما تو مسجدها اینجوری بود، بعد نماز دست همدیگر رو میگرفتن، می آوردن بالا الجزوه و نصر عبد، شعار میدادن. این حالت اخوت توی مساجد بود، الان کم رنگ شده. این دستی که ما با همدیگه دادیم همیشه بعد نمازا بود. اصلا یکی از دلایل صفوف به هم فشرده نماز جماعت و جمعه همینه. دقیقاً همینجوره. عیب و اسرار همدیگر رو بپوشونن. دیگه نذاریم مثلا اگر الان آصل علیرضا عزیز من ازش یه عیبی متوجه شدم، دفنش بکنم، به خودش بگم، نذارم هیچ کسی بفهمه، عذرش رو بپذیرم. علیرضا به من میگه فلانی اون روز که من اینجوری کردم اینجوری بود، حالم خوب نبود، دیدی الان بیرون چیز گفتم حالت خوب نیست علیرضا. گفتم تو من لبخند و نبینم ولت نمیکنم. ما که شما رو دیدیم مثلا لبخند رو لبمون اومد. همینجوری باید باشیم، نذاریم راحت از ناراحتی دیگران بگذریم.
پشت سرش ازش دفاع بکنیم، همیشه خیرخواهش باشیم، سر عهدمون به همدیگه بایستیم. مؤمن هیچ وقت دلیله لا یخونه، به هم خیانت نمیکنن، به هم ظلم نمیکنن. اگر به هم یه وعده میدن سر وعدهشون هستند. محبتامون رو جبران بکنیم، با هم خوش کلام باشیم، قولوا للناس حسنا، به همدیگه با اسم زیبا همدیگه رو صدا بزنیم. فرزندان عزیزم، بابا مامان میخوان شما رو با این اسم بابا بگو، دل بابا تو حال بیار. اگر میبینی مثلا دوست داره اینجوری صداش بزنی، با اون لقب خوب صدا بزنی، همون جوری صدا بزن، دل همدیگه رو خوشحال بکنید. با خوب صدا زدن، فتسافحوا و اظهروا لهم البشاشه، تو لب همدیگه باید لبخند جاری باشه، نباشه غم و غصه‌مون رو برای همدیگه ببریم. دوستش را دوست بدارد، دشمنش را دشمن بدارد. هرچه خیر و نیکی برای خودش میخواد برای داداشش هم بخواد. ببین الان حدود 30 تا برات بیان کردم، همش ترجمه روایات بود. بعدم امیرالمؤمنین فرمودن خلاصش رو بگم تو تحف العقول: ابذل لاخیک دمک و مالک و لعدوک عدلک و انصافک و للعامه بشرک و احسانک و سلم علی الناس یسلموا علیک. خلاصش اینه: برای داداشت جان بده، مال بده، برای داداشت آبرو خرج بکن، برای داداشت زندگی تو خرج بکن، برای حتی دشمنت با دشمنت عادلانه برخورد بکن، با انصاف برخورد بکن، حتی نسبت به دشمنت ظلم نکن. این دین اسلامه. ببین هوای یه میگه تو با دشمن تو حق نداری ظلم بکنی، با انصاف برخورد بکن. و برای عموم مردم با حالت بشر و احسان باش، تسلیم باش تا اونها هم تسلیم تو باشن. این میشه اون خلاصه ارتباطات اجتماعی اسلام که فرمودن اگر شما این کارو بکنید ولایت ما اهل بیت رو توی خودتون گرفتید و ایجاد کردید. من به نظرم الان نمونه این برادری رو ما توی برادران یمنی، برادران حزب الله، برادران جبهه مقاومت داریم میبینیم که فکر می‌کنم بیش از 1000 کیلومتر فاصله دارن تا غزه، ولی تا دیدن اونجا شروع کردن با موشک کشتی‌های آمریکا و اسرائیل، انگلیس و اینا رو زدن، دشمنان خطرپذیری کردن. اینا برادر ما. یکی از نشانه‌های اون برادری هم همین حضور اجتماعیه. یعنی من سرنوشت همه داداشام برام مهمه، ولی اینا که فردا غربیان همه همین فکر رو میکنن. احسن. یعنی اگر امروز دشمن طمع کرده که ما رو له بکنه، ما همه وقتی با هم دست به دست هم دیگه بدیم، تو صحنه حاضر باشیم، بگیم ببین همه این جبهه مقاومت ما همه یکی هستیم و برای هم دیگه جان میدیم. خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه، خدا خیرتون بده. باز من در واقع عزمم جذب شد این دو بیتو بخونم، خداحافظی کنم. ما ساکن وادی هدایت هستیم، جای هدایت هم اینجا. ما شامل لطف بی نهایت هستیم، پرسند اگر نشان ما را گویید، ما اهل ولایت هستیم. الحمدلله. الحمدلله. چیزی که دشمن نمیتونه